وقتی میگد همین پول برآمد، درهم و دینار که برآمد، میگد شیطان میگد گرفت، میگه و در پیشانی خود میگد اینها را چسباند و میگد گرفت بوسه کرد و گفت کدام انسانی که این دو را دوست داشت، یعنی این درهم و دینار را دوست داشت، اینها حقیقتا بنده من هستند، اینها را برای من آسان است که گمراه کنم. در اصل امروز کجا یک آدمی دولتداری هست بین اکثریتش، انشاءالله در بینش بنده های خوبم، آدم های خدا ترس هم خیلی زیاد است، لیکن خدا در قرآن هم خبر میدهد کلا این الانسان لیطغی ان رآه استغنی. هر آینه انسان سرکش می شود وقتی که خودش به دولت می بیند و بای می بیند. وقتی به دولت شید، وقتی بای شید، تا جایی که شکرانه خدا را باز زیادتر کند، همین نعمت که خدا داده است، تا جای نعمت خدا را گرفته و شکرانه و عبادت خدا را زیاد